دولت مادها. دولت مادها یکی از دولت‌های آریایی تاریخ دنیای قدیم به حساب می رود. درباره این دولت معلومات ها تا امروز خیلی کم به دست آمدند. آن معلومات هایی که امروز ما در دست داریم از مأخذ های آشوری و یونانی اند. مادها از عصرهای 10 تا 6 قبل از میلاد در سرزمین های ایران کنونی سکونت داشتند. مادها مردمان کشاورز و از پرور بودند. در عصرهای 9 و 8 قبل از میلاد مادها خراجگزاری آشوری ها بودند. از همین سبب مادها با آشوری ها بهترین اسب های خود را روان میکردند و این اسب ها از آشور و دیگر سرزمین های همسایگانش می رفت و پهن می گردید. پایتخت این دولت آریایی شهر اکباتان همدان امروزه که در ایران واقع است می باشد. مأخذ های آشوری درک می دهند که سال 760 قبل از میلاد مادها با قبیله های همزبان خود سکیف ها، سکایی ها و کیمیری ها یک جایه شده با مقابل آشوری ها شورش کردند و خود را مستقل اعلام کردند. دیر نگذشته میان این قوم های همزبان اختلاف ها به میان آمد و هر یک خود را مستقل اعلام کردند. دهیاکور شاه ماد سال 722 قبل از میلاد مجبور گردید که قبیله های همزبان نامبر شده را مجبوراً متحد نماید. این دولت در زمان حکمرانی فراعتس و خوشتور که شاهان این دولت بودند خیلی رشد و نمو کرد. این شخصیت ها به کشور کشایی دست دادند، کشور خود را پهناور کردند و آباد. مأخذ های یونانی از 9 شاه ماد نام میبرند که 300 سال حکومت کردند. آخرین نماینده این دولت اختیوایگو و یا استیاگ بود. این دولت در سال 550 قبل از میلاد از طرف هخامنشیان برهم داده شد.